تو آمدی به میدان ای پیشوای میلاد گشتی بلوز سختی مشکل کشای میلاد ای پیشوای میلاد ای لحنمان میلاد نام داوید آمد ای قهرمان میلاد. این هم شعر تقدیمیش بوده به جناب عبدالرحمن امام علی رحمان و چقدر قشنگم توصیف کرد و دلی خوندش. درود بر شما عزیزان دل در چنل پریفان میوزیک. کی هستی؟ بنده که سینا. بنده هم که پریسا. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. قراره همراه شیم با این کوچولوی دوست داشتنی هنرمند که چند وقت پیش با پیشنهادتون یه ویدیو موزیک در مورد مادر، فکر کنم در وصف مادر و روز مادر شنیدیم. حالا اومده در یک برنامه تلویزیونی اونجا اجرا داشته و گپ زده. پس بدون معطلی میریم و شروع میکنیم. لایک ویدیو رو بزنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. لایک و کامنت هم برای ویدیو ما فراموش. گفتم که دوست داشتم اینو یک بار دیگه به دوستان بچه‌ها که نباید تاکید کنیم، مگه نه؟ حاضرید؟ سلام با کلی دوست. سلام. تازه دوتا هم سلام. دوتا سلام. سلامه ولی. سلام. سلام با کلی دوستان، اونهایی که در فرانسه شومی زیبا ما رو تماشا کرده ایستادید. خوش به حالتان. مهربان زاکری هستم و شو برنامه پرواز مهمان داریم. همون که این لحظه علاقه ستاره رخشان است، بین مردم شهرت پیدا کرده است با ترانه‌های جذابش، با همون لحن کودکانه زیبایش، با همون رقص‌هایش، میمیکه‌هایش همه را مست و مفتون کرده. کامران جان سفرزاده این لحظه از شهری باختر از مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقمی 7 مهمانی ما هستند. استقبال میگیریم دوستان. کامران خوش اومدی. خدا عزیزم. کامران جان کفششو. السلام علیکم. خوبی؟ سلامتیت نقص؟ کنایتت چک کنیم. انداشه ازانت. چی بود دست دادن الان یاد گرفتم، جدیدو دارم. مثل قدش یه چیزی رو آره چک کنیم بذار. سلامتیت نقص؟ کنایتت چک کنیم. انداشه ازانت. زنده باشی. این باید خوندی ایقا مشهور شده، ایقا مردم رقص کرده ایستادن، ایقا مردم واو مالادیس گفته ایستادن. این باید تو کی خوندی؟ نه خوندی؟ علاقه بعد در بخشتون خوندی ها؟ رقص کرده. همه چی گفتن؟ مالادیس گفتن؟ در خونتون هم باید میخونی؟ رقص میکنی؟ در پیش کی میخونی؟ در پیش بابام. بابا بعد سوم کی میتید داده؟ بابا سومو رو بچه که میکنی؟ چی میخری؟ کلبسه، ساسیسکا. با کدوم اوقات دوست میداری؟ او چه هنمی اوقات پزه میگی؟ شکرو. پدرشه نه؟ ری گفتن نمیتونم دو لی بگرد که عجایب شیرین از دوستان عزیز. شکرلو و دوست میداره دخی. و اینچنین در استودیو ما امروز پدر عزیز و مهربان کامران جان نیست. قرار دارم من فکر میکنم که برای هر پدر، برای هر مادر موافقه. به این صورتشونو که نگاه میکنی خب اصلا شبیه هم نیستن، بعد کنار هم که نگاهشون میکنی خیلی شبیه هم. من داشتم به همین موضوع دقت میکردم. چقدر عجیب. ولی خیلیه که مثلا یه کوچولویی توی سن و سال یهویی بها داده میشه. آره. از طرف خانواده، از طرف مردم هم حمایت میشه. استعدادش هم خوبه، استعداد خوبی است، موسیقیه و خواندنه و سالم، یعنی آره. کار سالم و قشنگی هم انجام میده. قطعی فرزندش، استعدادی فرزندش که اینقدر خلق اعتراف میکنن و دوست میدارن افتخار است. اکای زم شما دید شما نیز به استودیو عجب پلیوس مرحمت خود رو معرفی میکردید. ما سفرف مرادعلی پدری همین کامران جان. خب وقتی که این نوار پهن شد، وقتی که مردم اینقدر ریاکسیون خوب دادن در فیسبوک، اینستاگرام، در یوتیوب، در همه جا، چه احساسات شما رو فرا گرفت؟ خیلی خوب. معلومه موفقیت بچه‌شون رو دیدن. خیلی حس خوبیه. آره. از اول در سرودخوانی شوق داشت. هم در ماشین در میرفت. خیلی بامزه. باید میخوند یاد گرفته. باید از ابس کردم. بعد خوندم. در اول دیگه سراینده هستن. هیچ خیلی شده که نه اکه سراینده نیستن دیگه یکم کس. هیچ کس هم نیست تو کار موسیقی. در چه است؟ در زن. سرود میخونه، کامپیوتر در بسیار شوق داره. شوق داره. من فخر میکنم که در تاجیکستان ما چنین کودکان
با استعداد، کودکانی روشنفکر، کودکانی که در حقیقت در صحنه در بین مردم الکای شرم رو دور میکنن از خودشون، اینقدر میرقصند و شادی میکنن. همون چیزی که ما اونجا داشتیم میدیدیم و هر دوم بهش رسیدیم. یادت گفتیم چقدر خوبه که این اعتماد به نفسش هم داره، قشنگ داره برای خودش اجرا میکنه بدون یه ذره استرس با این سن کمش. خصوصا میکنه و در تبسم همین کودکان ما پیش از همه صلح رو، وحدت رو، استقلالیت رو باز هم خوبتر و بهتر تصور میکنیم. کامران جان حاضر چند ساله هستی تو؟ آسی 5 ساله. 5 سالگی الکای اینقدر بیتی زور خوندی. آفرین. کنی ابو خون که اون بیتتا در خانه آچه باشه، دولتی بچه باشه، در خانه آچه باشه، دولتی بچه باشه، هنوزل بچه کنه ناز بدالوچه باشه، آمین بلند دلیوچه. سروده میکنی دستت انایخی کردر رقص میکنی. امیر کی یاد داد؟ نمیاد. در بخچتون بعد شعرم از یاد کردی؟ کنی اکت شعر خون. تو آمدی به میدان ای پیشوای میلاد، گشتی بلوز سختی مشکل کشای میلاد، ای پیشوای میلاد، ای لحنمان میلاد، نام داوید آمد ای قهرمان میلاد. این هم شعر تقدیمیش بوده به جناب عبدالرحمن علی رحمان و چقدر قشنگم توصیف کرد و دلی خوندش. باباش خیلی بخچه بعد روسی هم میخونه. جدیه ولی خب روسی هم کنه میخونه. شعری روسی هم خون کنه. تاجیکستان نوی، کلایا نوی، لبلوتی بیا لازم نوی، لبلوشی نو گوشیدی یا تی آن انا مثل شلای اصلانه، مثل لوچه هشیمه سوی چی تشلاییه. هورا! کامران شبی چی بشوی؟ پلوچ. پلوچیک؟ این قنجه سند. انا امروز ما با ستاره درخشانمون، با اخترک رخشانمون از نزدیک شناس شدیم. دوستانی عزیزم بسیار خرسند هستم. همه حواس کرده ایستادن که مانند کامران جان یک فرزند دوسترو، شیرینک، خندان، خیلی ماهر با استعداد داشته باشن. همین طور نه و ما عین حال سرودی در خانه آچه باشه رو با صدای کامران جان گوش میکنیم در صحنه آسیا پلیوس. مرحبا دوستان، استقبال میکنم. این هم همون آهنگ معروفیه که شنیدیمش. آره میخواد اینجا اجرای تلویزیونی شو بره. خیلی خوبه. عاشقشم. در خانه آچه باشه، دولتی بچه باشه، در خانه آچه باشه، دولتی بچه باشه، هنوزل بچه کنه ناز بدالوچه باشه، مملم دلیوچه. جان اکتشو ببین، وای عاشقتم کامران جان. خوشمزه است. من فقط عاشق این کورس آهنگم که یه مکس میکنه و خیلی دلی میخونتش. اینجوری میکنه اینجا که فقط ببینش خیلی دوستش. نگاه انگشتاشو مایدا. انشالله که آینده خیلی خوب و درخشانی داشته باشه.
قربونت برم. از شیرین بودنش باباشم میخنده. خوب نخوردیم تا حالا. دوست ماجریمون که قشنگ انرژیشو گرفته. آفرین محکن. تو با پدرکتیم؟ توفتیم ها؟ اینه توفه را؟ فیفسونه ای قنش زنت ما باید دیگه توفه عجیب دورم. این توفه به همین برایتات خونده میتی. این توفه قد تو کپ میزنن. کامرون در خانه اوچه باشه. تو دا معقل شد؟ کنی اگه چی بگو؟ یکم تا نامش چی میمونی؟ این بچه این بچه با فکرت؟ یا دختره؟ ایمران امران؟ نامش اسمش امران. پریچسکه تو چی نام داره؟ 22 دوستان دومین سرود کامران جان را که با نام پرچم است استقبال میگیریم. نگاه خیلی خوبه این بچه. یعنی من امیدوارم که بیشتر ازش ببینیم و کلی لذت ببریم. ما که حسابی لذت بود. چقدر شیرینه. چند سالش بود دقیقاً؟ 5 سال. و این خیلی عجیب میکنه قضیه رو. کامران جان همیشه کامروا خوبه؟ کامروا شدن عالیه. کامروا باشی در دایره لغات هم داشتیم. کامروا باشی. آره انشالله که عالی باشه مسیرت راهت و اینقدر مردم تاجیکستان حمایتگرهای خوبی هستن. به جالب تو 5 سالگی مطمئنم کامران آره پدر میگه به کامپیوتر هم علاقه زیادی داره و اینم خودش خیلی مهمه. انشالله که موفق باشه. باریکلا. آفرین. کلی آهنگای قشنگ بشنویم ازت و لذت ببریم و امیدوارم تا اینجا با ما همراه بوده باشی. قربون شکل ماهتون، ماش به کله هاتون تا یه موزیک و ویدیوی دیگه. خدا نگهدار. به امید دیدار.